کتاباتون رو باز کنید، مزمور 119 رو لطفاً بیارید. در مورد مزمور 119 من قبلا صحبت کردم. 119 مزمور 119 صفحه 750 صفحه 750 از ترجمه های مجده. اوکی؟ پیدا کردید؟ مزمور 119. مزمور 119 بزرگترین مزموره. خب کل مزامیر 150 تا هست، ولی مزمور 119 از همشون بزرگتر هست. تعداد آیاتش 176 تا هست. 176 آیه مزمور 119 هست و تمامش هم در مورد ارزش و اهمیت کلام خدا هست. خب مزمور نویس خیلی به خاطر کلام خداوند در آزار بود و مورد شکنجه بود، به خاطر اینکه کلام خداوند رو دوست داشت. اما این مزمور یک ویژگی خاص ادبی داره و اون اینکه تقسیم شده به 22 باب. اگر نگاه کنید از آیه 1 تا 8 میبینید یک گروه آیات هست، از 1 تا 8. از 8 تا 16 یک گروه دیگه هست آیات. از 16 تا 24 یک گروه 8 تای دیگه هست آیات. میبینید تقسیم بندی شده و تا آخر 176 تقسیم شده به 8 میشه 22 باب، 22 گروه 8 آیه‌ای و هر گروه اولین اولین کلمه هر 8 آیه با حرف الفبا به ترتیب الفبای عبرانی آغاز میشه. ما الان در گروه سوم هستیم، یعنی از آیات 17 تا 24 که این 8 آیه با حرف سومین حرف الفبای عبرانی آغاز میشه که بهش میگن گیمل. یعنی در حقیقت تمام این 8 آیه با حرف گیمل آغاز میشه. این توی درک مطلب زیاد به ما کمک نمیکنه، اما زیبایی ادبیات این باب رو برای ما نشون میده که چقدر نویسنده توسط روح القدس هدایت شده بود که این آیات رو دقیقاً در 22 گروه 8 آیه‌ای میاره و هر اولین کلمه هر آیه شروع میشه به ترتیب با همون حرف الفبا. این خیلی زیبا هست. 8 آیه است. من به 2-3 تا آیه‌اش میخوام فقط نگاه بکنیم امروز. به آیه 18 نگاه کنید. میگه چشمانم را باز کن تا حقایق عالی شریعت تو را ببینم. چشمانم را باز کن تا حقایق عالی شریعت تو را ببینم. یه ترجمه دیگهش میگه چشمان مرا بگشا تا عجایب شریعت تو را ببینم. جای دیگه میگه تا زیبایی های شریعت تو را ببینم. ببین اگر چشمان ما بسته باشه، یعنی مقصود چشم فیزیکیمونه نمیگم، ما هم چشم فیزیکی هم چشم باطنی، البته شریعت خداوند برای ما خسته کننده میشه. بازم کلیسا، بازم کجای انجیل رو من بخونم؟ خسته شدم، نمیدونم اصلا کجاشو بخونم. خسته شدم از شریعت خداوند. چشمان مرا بگشا. وقتی ما چشمانمون گشوده میشه، شریعت خداوند رو، زیبایی‌هاش رو میبینیم. حالا شریعت خداوند چیه؟ این که من بیام کلیسا بشینم، این که من یک کار خاصی انجام بدم؟ نه. شریعت خداوند این هستش که داستان نهمیا رو تو بفهمی، داستان روت رو بفهمی در حوادث قوم اسرائیل در سرزمین پارس چه بر سرشون اومد. اینها میشن شریعت خداوند. شریعت خداوند این نیستش که تو گیس بذاری، لباس نمیدونم اونجوری بپوشی یا مثلا ریش بذاری. اینها شریعت خداوند قسمت هایی هستش که خداوند مخصوص به قوم یهود داده بود. بله، بگه شریعت مذهبیش اونها فرق میکنه، اما کل شریعت خداوند اون نیست. شریعت خداوند زیبایی داره و ما زمانی این زیبایی رو میبینیم، این عجایب رو میبینیم که چشمان ما باز بشه و ما بتونیم اون رو ببینیم. آیه 24 رو میخوام 2 تا آیه رو بهش دقت کنیم. من فقط
اشاره میکنم شما خودتون در خونه تعمق بکنید روش. میگه دستورات تو مایه شادی من است. واو، زیرا آنها راهنمای من میباشد. یه بار دیگه میکنم، دستورات تو مایه شادی من است. سوال: آیا واقعا دستورات خداوند مایه شادی من است؟ زمانی که من قلبم گرفته و واقعا افسرده هستم، آیا اون موقع وقتی من کلام خداوند رو باز میکنم قلبم مثل قنچه شروع میکنه به شکفته شدن یا نه؟ یا اینکه من وقتی افسرده میشم میرم داریوش رو میذارم برام بخونه مثلا، یا مثلا نمیدونم ستار رو میذارم برام بخونه، یا مثلا یه ترانه شاد میذارم برام بخونه؟ کدومش منو شادی میاره؟ اگر تو در هنگام افسردگی میری سراغ موزیکای سکولار، بدون که خداوند به تو شادی نمیده. ولی اگر تو در هنگام افسردگی، در هنگام تنگی ها کلام خداوند رو باز کردی، کلام خداوند رو از روی تاقچت برداشتی، خاکاشو تکوندی، باز کردی و شروع کردی 5-6 آیه رو خوندی و گفتی واو، خداوند تو در قلب من آرامش ریختی. و مطمئن باش خداوند این کارو میکنه. مطمئن باش کلام خداوند تسکین دهنده قلب ها هستش. بیایم زمانی که بیمار میشیم، بیایم زمانی که پول نداریم، بیایم زمانی که اشک از چشممون جاری است، بذاریم اشکامون بریزه روی این صفحات، بریزه روی صفحه کتاب مقدس. اون موقع هستش که خداوند جواب میده. کلام خداوند باشد که از مقابل چشمان ما دور نشه و باعث شادی ما بشه. نگاه کنید به آیات بعدیش، خودتون در خونه نگاه کنید، هر آیه رو میشه روش تعمق کرد. خداوند قدوس یک بار دیگه به حضورت میایم با قدردانی و سپاسگزاری خواهش میکنم اجازه بده که ما هدایت کن ما رو که قدر کلام تو رو بدونیم که تو اونو حفظ کردی برای ما تا امروز به زبان فارسی و یا هر زبان دیگه‌ای که ما میتونیم بخونیم و در مورد تو یاد بگیریم. این تسکین دردها هستش کلام تو خداوندا، شادی ما هست خداوندا و عجایبی در اون نهفته است. باشد که ما امروز یک مقدار بیشتر از این شریعت تو، از کلام تو یاد بگیریم و به تو نزدیکتر بشیم. در نام عیسی مسیح دعا کردم، آمین.